بینندگان عزیز، سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای این ساعت از یک خوش آمدید. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که گفتگوهای غیرعلنی میان افغانستان و پاکستان بدون هیچ گونه دستاورد مشخص و خیلی زود پایان یافته است. بر اساس گزارش روزنامه دان، دلیل اصلی توقف گفتگوها اصرار هر دو هیئت بر مواضیع پیشینشان عنوان شده است. این مذاکرات که با میانجیگری عربستان سعودی عصر دوشنبه آغاز شد، با هدف کاهش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد پس از درگیری‌های 8 روزه مرزی در ماه اکتبر شکل گرفته بود. بیشتر منابع به تلویزیون یک گفته بودند که هیئت بلندپایه امارت اسلامی برای از سرگیری گفتگوهای صلح میان افغانستان و پاکستان به عربستان سعودی رفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نشست فصلی این نهاد درباره وضعیت افغانستان در ماه دسامبر برگزار خواهد شد. بر اساس اعلامیه این نهاد، تمرکز اصلی نشست بر بررسی مأموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما خواهد بود. در اعلامیه آمده که قرار است سرپرست یونما همراه با مقام‌های از دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در این نشست اشتراک و گزارش دهند. با این حال زمان دقیق برگزاری نشست و آجندای کامل آن تا کنون مشخص نشده است. این نشست در حال برگزار می شود که شورای امنیت سازمان ملل چند پیش مأموریت یونما را برای یک دوره دیگر تمدید کرده بود. در کمتر از یک شبانه روز 2 جسد متعلق به مهاجران افغان در شهر پارسیان ایران پیدا شده است. به گزارش رسانه‌های ایرانی، نخستین جسد متعلق به مرد 35 ساله افغان بود که در داخل یک آب انبار در شهر پارسیان پیدا شد. پس از دریافت گزارش‌های مردمی، نیروهای امدادی و پلیس جسد را از آب خارج کردند. بر اساس گزارش مقام‌های محلی تایید کردند که علت مرگ هنوز مشخص نیست و بررسی‌های بیشتر در این زمینه ادامه دارد. وزارت فواید عامه اعلام کرده است که این وزارت 2 پروژه مهم سرکسازی را در ولایت پروان به امضا رسانده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت در صفحه X نوشته که پروژه نخست شامل ساخت 20 کیلومتر سرک کوه صافی به ارزش 641 میلیون افغانی است و پروژه دوم نیز شامل ساخت سرک بگرام جبل سراج می شود که 342 میلیون افغانی هزینه خواهد داشت. این وزارت تصریح کرده است که به زودی روند اجرای این 2 پروژه آغاز می شود. وزارت احیا و انکشاف دهات گفته که کار ساخت 169 پروژه مختلف انکشافی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا با هزینه بالغ بر 383 میلیون افغانی پایان یافته و رسما به بهره برداری سپرده شده است. به گفته این وزارت، این پروژه ها بخش های گوناگون را در بر میگیرد، از جمله ساخت سرک ها، پل ها و پلچک ها، ایجاد دیوارهای استنادی، حفر و اعمار کانال های آبیاری. شیخ محمد خالد حنفی، وزیر امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات، در یک گردهمایی بزرگ در ولایت بلخ امر به معروف و نهی از منکر را روح نظام اسلامی توصیف کرد و گفت تبلیغات مبنی بر نبود قوانین مربوط به امر به معروف و نهی از المنکر نادرست است. آقای حنفی همچنان از رسم و رسوم ناپسند جامعه یاد کرد و افزود که در سالهای گذشته به دلیل این رسوم بسیاری از افراد به ویژه زنان از حقوقشان محروم شده‌اند. امر بالمعروف نهی عن المنکر دا د اسلامی نظام یو روح ده، او چې کله اسلامی نظام کې امر بالمعروف نوي نهی عن المنکر نوي، هغې ته اسلامی نظام څوک ویلی نشي، نه موږ او تاسو ویلی شو، ځکه چې روح نوي نو بیا جسد کار کوي. اسلامی نظام که امر بالمعروف روح حیثیت لري. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان پس از کسب عنوان قهرمانی در مسابقات 3 جانبه امروز به کشور بازگشت. این مسابقات 3 جانبه در هند میان تیم جوانان زیر 19 سال افغانستان و تیم‌های الف و ب هند برگزار شده بود. تشکر از همراهیتان. این بود خبرهای این ساعت از یک. خدا نگهدار.